عربستانی سعودی در منطقه شمالی تاجیکستان 8 مکتبی میانه خواهد ساخت. عاصم کریمزاده مدیر معارف ولایت سوخت روز 24 ایول در یک نشست مطبوعاتی در این باره خبر داد. بانک رشد اسلامی بانک رشد سعودی تصمیم گرفته است که مبلغ گذاری میکند و ساختمان همین مکتب‌ها آغاز میبخشد از سال 2018. مدیر معارف ولایت سوغد گفت طرح ساختمان مکتب‌ها از طرف عربستان سعودی با حکومت موافقه شده است و بنیاد آنها از سال آینده شروع خواهد شد. او گفت از جمله سعودی در دهه انزاب ناحیه عینی یک مکتب اینترنت، در موضع یغناب مکتب زمانوی، در دهه هزار چشمه ناحیه دیوشتیچ برای 640 طلبه مکتب، در دهه خشکت ناحیه دیوشتیچ 8 صنفخانه و در جماعت زرحلال شهر استرافشان برای 240 خواننده مکتب میسازد. کریمزاده در ادامه گفت حکومت و وزارت معارف و علم تاجیکستان برای جلب سرمایه از بانک رشد اسلامی نیز برای بنیاد 10 مکتب از جمله حدود 50 مؤسسه تعلیمی در شمال کشور کار میبرند. او افزود که سر از سال تحصیل آینده تعمیر مکتب ها کاملا از حساب دولت صورت میگیرد. از سال 2018 مبلغ جمع کنی از محترم پدر و مادران پورا من کرده شد و تمام مؤسسه های معارف شهر و ناحیه های ولایت از جانب بودجه شهر و ناحیه ها و از جانب بودجه مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت پورا پرداخت کرده می شود. طبق قرار وزارت معارف مبلغی را که والدان موظف بودند همه ساله برای تعمیر مکتب ها جدا کنند اکنون باید مقامات محلی بپردازند. جمع آوری مبلغ برای تعمیر مکتب ها در فصل تابستان همیشه مایه شکایت و ناراحتی والدان بود. آنها میگویند پول ستانی در مکتب ها اکثرا از حساب شکمی بچه هایشان انجام می شود.